بخوان و بیاندیش. تمیز باش و عزیز باش. حنایی پاکیزگی و نظافت را دوست نداشت. همیشه پرهایش پر از گرد و خاک بود. پرنده های همسایه همه از بوی بد او ناراحت بودند و از دستش شکایت می کردند. یک روز حنایی داشت از کنار لانه پرتلا رد می شد. ناگهان صدای پرتلا به آسمان رفت و گفت: وای وای، چه بوی بدی، چه شکلی، به من نزدیک نشو. خالخالی که همسایه او بود گفت: حنایی، تو چرا مثل همه گودال آبی پیدا نمی کنی و خودت را در آن نمی شویی؟ حنایی تنش را خاراند و گفت: من دوست ندارم به حمام بروم، از شستن بدم می آید. حنایی هر روز به بازی می رفت و کثیفتر از روز قبل به لانه برمی گشت. بعد هم در لانه می نشست و شروع می کرد به خاراندن تنش. کم کم پرهای حنایی شروع کرد بریختن. روزها می گذشت و پرهای او کم و کمتر می شد. خالخالی که همسایه و دوستش بود خیلی قصه می خورد و به او می گفت: حنایی جان، برو خودت را بشوی، کم کم همه پرهایت می ریزد و زشت می شوی. اما حنایی به این حرفها گوش نمی کرد. پس یک روز خالخالی پرنده های همسایه را جمع کرد و ماجرا را برای آنها تعریف کرد. پرنده ها نشستند و فکر کردند تا اینکه راهی پیدا کردند. همه با هم به لانه حنایی رفتند. بدون اینکه او بداند فوراً او را با نوک‌هایشان بلند کردند و شروع کردند به پرواز کردن. حنایی هرچه تلاش می‌کرد و بال و پر می‌زد فایده‌ای نداشت. سرانجام به گودال آب رسیدند و حنایی را انداختند توی گودال. او خواست از گودال آب بیرون بیاید که دوستش خالخالی را روبروی خودش دید. ای دوباره خواست از گودال بیرون بیاید که خالخالی با صدای بلندی گفت: به به، چقدر زیبا و خوشگل شدی، آفرین، حالا زود خودت را بشوی و بیا که همه منتظر تو هستند. حنایی با شنیدن این حرف خودش را خوب شست. بعد هم به کمک پرنده های دیگر به لانه برگشت. حنایی وقتی دید همه با او مهربانی می کنند و به او آفرین می گویند، تصمیم گرفت که پس از این زود زود به حمام برود تا همیشه پاکیزه و پیش همه عزیز باشد.